ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. مثال ایشان مثال کسی است که آتشی افروخت، پس چون آن آتش اطراف او را روشن کرد، خداوند روشنی ایشان را می‌برد و آنها را در تاریکی مطلق می‌گذارد که چیزی را نبینند. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. کرند، گنگند و کورند، بنابراین ایشان به راه بر نمی‌گردند. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. یا مثال آنها همانند ابری مملو از باران است از آسمان که در آن تاریکی ها رعد و برق باشد. آنها سر انگشتان خود را از ترس مرگ و گوشهای خود می نهند تا آواز سایرتر را نشنوند و خداوند همواره بر کافران احاطه دارد. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. نزدیک است که برق چشمان یعنی قوه دیدشان را برباید. هر باری که روشنایی به ایشان بتابد در آن راه می روند و هنگامی که تاریکی بر ایشان چیده شود ایستاده می شوند. و اگر خداوند می خواست بدون شک شنوایی و چشمان یعنی بیناییشان را می بود، حقا که خداوند بر همه چیز تواناست. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ای مردم، پروردگار خویش را بپرستید، آنکه شما و کسانی را که پیش از شما بودند آفرید تا باشد که پرهیزگار شوید. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. آن که برای شما روی زمین را بساطی و آسمان را همچون سقفی ساخت و آب را از آسمان فرود آورد و وسیله آن میوه‌ها را برای روزی شما برآورد، پس در حالی که حقیقت را می‌دانید و خداوند همتایانی نیاورید. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. و اگر شما از چیزی که ما وقتا فوقتا به بنده خود فرو فرستاده ایم در شک هستید، پس سوره مثل آن را بیاورید و اگر راست میگویید شاهدان یعنی مددگاران خود را به غیر از خدا بخواهید. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. اما اگر این کار را نکردید و هرگز کرده نمیتوانید، پس از آتشی بترسید که درگیران یعنی آتشگیره آن مردمان و سنگ‌ها اند که برای کافران آماده شده است. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار
كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. و به کسانی که ایمان دارند و کارهای نیکو می کنند بشارت دهید که واقعا آنها را بهشت‌هایی است که از زیر درختان آن جویبارها جریان دارد. هر باری که از میوه‌های آن روزی داده می‌شوند میگویند این همان است که برای ما پیش از این روزی داده شده بود و برایشان چیزهای همانند آورده می‌شود و ایشان را در آنجا همسران پاکیزه است و ایشان در آن جاودانند. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. خداوند هرگز از این شرمگین نمی شود که مثل بزند و هر گونه‌ای که باشد، خواه این مثال پشه‌ای باشد یا از آن در کوچکی بالاتر. پس آنهایی که ایمان آورده‌اند می‌دانند که واقعا این مثال حق است از جانب پروردگارشان. اما کسانی که کافر شدند شک کنان میگویند خداوند به این مثال چی چیز را اراده کرده است؟ با این مثال بسیاری را گمراه می‌کند و بسیاری را رهیافت می‌گرداند و با این مثال گمراه نمی‌کند مگر فاسقان را. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. کسانی که پیمان خداوند را بعد از استواری آن می‌شکنند و چیزی را که خداوند به پیوند و اتصال آن امر کرده قطع می‌کنند و در روی زمین فساد می‌کنند، ایشان همین‌ها اند زیانکار. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. چگونه از خدا انکار می‌کنید در حالی که زنده نبودید پس او شما را زنده گردانید و باز شما را می‌میراند و باری دیگر شما را زنده می‌گرداند و باز به سوی او بازگشت می‌نمایید. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. او ذاتی است که برای شما هر آنچه را در زمین است بیافرید، سپس قصد آسمان کرد و آنها را به 7 آسمان نظم و کمال بخشید و او به همه چیز داناست. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. و یادار که چون پروردگار تو با فرشتگان گفت من در روی زمین خلیفه را بیافرینم، فرشتگان گفتند آیا کسی را در آن خلیفه میگردانی که در آن فساد میکند و خون میریزد؟ در حالی که ما تسبیح و ستایش تو را به جا میآوریم و تو را تقدیس می‌نماییم. خدا گفت حقا من میدانم آنچه را که شما نمیدانید.
وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. خداوند برای آدم اسما یعنی اسرار اشیا را آموخت. باز آن اشیا را به فرشتگان پیش کرد و گفت اگر شما راستگو هستید پس نام این چیزها را به من بگویید. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آنها گفتند پاکی تو، ما را هیچ علمی نیست مگر آنچه تو به ما آموختی، راستی که تو و تنها تو دانا و حکیمی. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. خداوند گفت ای آدم فرشتگان را از نامها یعنی اسرار اشیا آگاه گردان. هنگامی که آدم نامهای آنها یعنی اسرار را گفت خداوند فرمود آیا من به شما نگفته بودم که من و تنها من به اسرار آسمانها و زمین آگاهم و آنچه را که شما آشکار می کنید و آنچه را که شما پنهان می دارید می دانم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. و به یاد آور چون به فرشتگان گفتیم به آدم سجده کنید، ایشان به آدم سجده کردند جز ابلیس. او از امر خداوند ابا ورزید و تکبر کرد و از جمله کافران بود. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. و گفتیم ای آدم تو و همسرت در بهشت بسر برید و از نعمتهای فراوان آنجا هرچی که بخواهید بخورید، اما به این درخت نزدیک نشوید، ستمگاران خواهید شد. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. سپس شیطان آنها را از آنجا لغزاند و ایشان را از آنچه یعنی خوشنودی که در آن بودند بیرون کرد. گفتیم فرود آیید، در حالی که بعضی شما دشمن بعضی دیگری خویش خواهید بود و برای شما تا مدتی بر زمین جای سکونت و وسایل زندگی فراهم می باشد. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. سپس آدم از پروردگارش کلماتی را دریافت و پروردگارش توبه او را پذیرفت. به تحقیق که او توبه پذیر مهربان است. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. گفتیم همه شما از اینجا فرود آیید. پس هرگاه از طرف من به شما هدایت آمد، کسانی که هدایت ما را پیروی کنند برایشان خوفی نیست و نی هم ایشان اندوهگین میشوند. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك
أصحاب النار هم فيها خالدون. اما کسانی که کافر شده اند و آیات ما را تکذیب کرده اند ایشان از اهل آتش می باشند و در آنجا جاودانه به سر می برند. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. ای بنی اسرائیل و یاد دارید از آن نعمت‌هایی را که بر شما ارزانی کردم و به پیمانی که به من بسته اید وفا کنید تا من نیز به پیمان شما وفا کنم و تنها از من بترسید. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. و به آنچه نازل کرده ام ایمان بیاورید در حالی که این کتاب تصدیق کننده همان کتابی است که با شما می باشد و شما نخستین انکار کنندگان آن نباشید و آیات مرا در برابر بهای ناچیز مفروشید و تنها از من بترسید. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. حق را و حق را پنهان نکنید در حالی که میفهمید. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. نماز را به تمام و کمال ادا نمایید، زکات را بپردازید و با رکوع کنندگان رکوع نمایید، یعنی نماز را به جماعت بگذارید. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. آیا مردم را به نیکوکاری امر می کنید و خود را فراموش می دارید در حالی که کتاب را میخوانید؟ آیا درک نمی کنید؟ واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. و به شکیبایی و نماز یاری خداوند را بجویید و این واقعا گران است مگر بر فروتنان. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. آنانی که باور دارند که با پروردگار خود ملاقات میشوند و یقینا ایشان به سوی او باز میگردند. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ای بنی اسرائیل آن نعمت‌هایی را که من به شما ارزانی کردم یاد دارید و نیز به یاد دارید که من شما را بر همه جهانیان برتری دادم. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. و از روزی بترسید که هیچ کس از هیچ کسی دیگر عذاب را دفع نمی کند و نی برای آن شفاعت قبول می شود و نی از آن عوضی پذیرفته می شود و نی هم به ایشان یاری داده می شود. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. و یاد دارید وقتی را که شما را از فرعونیان نجات دادیم ایشان به شما عذاب‌های شدیدی می‌رساندند، پسران شما را می‌کشتند و زنان شما را زنده می‌گذاشتند و در آن برای شما آزمایش بزرگی بود از طرف پروردگار شما. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. و یاد دارید وقتی را
آوردیم و شما را نجات دادیم و فرعونیان را در حالی که شما مشاهده می‌کردید غرق کردیم. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. و بیاد دارید وقتی را که برای موسی 40 شب مقرر کردید و شما در غیاب او گوساله را خدا گرفتید در حالی که شما به این عمل خود ستمگار بودید. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. بعد از آن شما را عفو کردیم تا باشد که سپاسگزار شوید. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. و بیاد دارید وقتی را که به موسی کتاب و فرقان یعنی جدا کننده حق از باطل را دادیم تا باشد که رجاف گردید. وإذ قال لقومه إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحیم. و بیاد دارید وقتی را که موسی به قوم خود گفت ای قوم من به تحقیق شما با خود ستم کردی و این که گوساله را با خدایی گرفتی پس به سوی آفریدگار خویش برگردید و پس خود را بکشید. این کار برای شما بهتر است در نزد آفریننده شما. سپس خداوند توبه شما را پذیرفت حقا که او بسیار توبه پذیر و مهربان است. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. و بیاد دارید وقتی را که گفتید ای موسی تا خداوند را آشکار نبینیم و تو هرگز ایمان نمی آورید پس شما را صاعقه گرفت در حالی که می دیدید. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. سپس شما را بعد از مردن شما زنده گردانیدیم تا باشد که سپاسگزار شوید. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. و ابر را بر شما صاحبان ساختیم و بر شما من و سلوا فرو فرستادیم و گفتیم از چیزهای پاکیزه‌ای که به شما روزی داده ایم بخورید و ما ستم نکردند بلکه با خود ستم میکردند. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. و بیاد دارید وقتی را که گفتیم در این شهر داخل شوید و از چیزهای فراوان آنجا سیر بخورید و به دروازه با فروتنین درآیید و بگویید خدایا گناهان ما را بیامرز در حالت درآیید که در کردار و گفتار خود خاشع و متواضع باشید تا خطاهای شما را بیامرزیم و پاداش نیکوکاران را بسیار سازیم. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. اما ستمگاران آن کلمه را به غیر آنچه به ایشان گفته شده بود تبدیل کردند. بنابراین ما به ستمگاران به سبب فسقی که مرتکب می شدند عذابی را از آسمان فرو فرستادیم.
وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. و به یاد دارید وقتی را که موسی برای قوم خود آب خواست گفتیم عصای خود را به سنگ بزن و بیدرنگ از آن 12 چشمه جوش. هر دسته جای آب خوردن خود را شناخت. از روزی که خداوند به شما ارزانی کرده است بخورید و بنوشید و در زمین فساد کنان و تبهکاری دست نیازید. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. و به یاد دارید وقتی را که گفتید ای موسی ما هرگز برای همیشه به یک نوع غذا صبر نمی کنیم پس برای ما از پروردگار خود بخواه که به ما چیزی بدهد که زمین می رویاند از سبزیجات آن تره و بادرنگ آن سیر گندم آن عدس آن و پیاز آن. موسی گفت آیا چیز بهتر را به چیز پس تبدیل می کنید؟ به شهری فرود آیید حقا که برای شما هر آنچه را خواسته باشید موجود است و بر ایشان مهر خواری و ناداری زده شد و به قهر خداوند بازگشتند. این خواری و ذلت به سبب آن بود که از آیات خداوند انکار می‌کردند و پیامبران را به ناحق می‌کشتند. این سببی بود که ایشان عصیان می‌کردند و تجاوزکار بودند. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. به تحقیق آنانی که به قرآن ایمان دارند و آنانی که یهود شدند و نصارا و صابیها هر کسی که به خداوند و روز قیامت ایمان آورد و کار نیکو کند مزدشان به نزد پروردگارشان است نه بر ایشان ترسی است و نه هم ایشان اندوهگین میشوند. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. و به یاد دارید وقتی را که از شما پیمان استوار گرفتیم و بر بالای سر شما کوه طور را بلند کردیم گفتیم چیزی را که به شما داده ایم یعنی تورات را محکم بگیرید و آنچه را در آن است همواره یاد دارید تا باشد که از خدا بترسید. ثم تولیتم بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرین. بعد از این پیمان رو گردانیدید و اگر فضل خدا و مهربانی او بر شما نمی بود بدون شک در جمله زیانکاران می بودید. لقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. و حقا که شما در بین خود کسانی را شناختید که در روز شنبه تجاوز کردند
ایشان را گفتیم به شکل تینه ظریف شده درآیید. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. و به این ترتیب آن واقعه را مایه عبرتی برای معاصرین و اخلافشان گردانیدیم و نیز پندی برای آنانی که از خدا می‌ترسند. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا ذكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. گفتند از پروردگار خود بخواه و ما بیان کند که آن گاو چگونه است. گفت خداوند می‌فرماید این گاو است نه پیر یعنی از کار افتاده و نه جوان یعنی نارسیده بلکه میانه بین این دو. پس آنچه را به آن مأمور شده اید بجارید. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. گفتند برای ما از پروردگار خود بخواه تا بیان کند که آن گاو چی رنگی دارد. گفت خداوند میگوید بیشک آن گاوی است زرد یک دست که رنگ آن بینندگان را شاد و مسرور سازد. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. گفتند برای ما از پروردگار خود بخواه تا برای ما بیان کند که آن گاو چگونه است. گاو بر ما مبهم شده است. اگر خداوند خواسته باشد ما واقعا رعیت خواهیم شد. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون. گفت خداوند میگوید به تحقیق آن گاوی است که نی مهنت قلبه زمین و نی آبیاری کشت را کشیده است، سالم است و بی داغ و لکه. گفتند اکنون سخن راست را آوردی. سپس ایشان آن گاو را ذبح کردند و نزدیک نبودند که آن گاو را ذبح نمایند. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. و بیاد دارید وقتی را که شخصی را کشتید و در مورد آن جنایت در خود به نزاع افتادید، اما خداوند آشکار کننده است آنچه را شما پنهان می‌کردید. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. پس گفتیم آن جسد را با پاره از آن گاو بزنید. این چنین خداوند مردگان را زنده می‌کند و به شما آیات خود را نشان می‌دهد تا باشد که شما درک کنید. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. پس از آن باز دلهای شما سخت شد.
درجه سنگ یا از آن هم سخت‌تر. بعضی از سنگ‌ها هستند که از آنها جوی‌ها جاری می‌شوند و برخی از سنگ‌ها هستند که شق می‌شوند و از آنها آب می‌براید و هم سنگ‌هایی اند که از خشم خداوند فرو می‌غلطند و خداوند از آنچه می‌کنید غافل نیست. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. ای مسلمانان، آیا توقع دارید که ایشان و آیین شما ایمان بیاورند در حالی که گروهی از ایشان کلام خدا را شنیدند و بعد از آن که حقانیت آن را ترک می کردند آن را آگاهانه تحریف می نمودند؟ وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. و چون ایشان با کسانی که ایمان آورده اند ملاقات می کنند می گویند ایمان آوردیم، اما وقتی که با یکدیگر در خلوت می بینند می گویند آیا به ایشان چیزی را می گویید که خداوند به شما آن را در تورات روشن ساخته است تا بدین ترتیب وسیله آن با شما به حضور پروردگار شما مناظره کنند؟ آیا شما به نتیجه این کار پی نمیبرید؟ أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. آیا آنها نمیدانند که هر آنچه را که ایشان پنهان یا آشکار می‌دارند خداوند می‌داند؟ ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. و برخی از ایشان مردم امی‌اند که از کتاب جز آرزوهای غلط خود چیزی دیگری را نمی‌دانند و جز گمان به چیزی دیگری متکی نیستند. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. پس وای بر کسانی که کتاب را به دست خود می‌نویسند و باز می‌گویند این از جانب خداوند است تا بدین ترتیب به عوض آن بهای ناچیز به دست آورند. پس وای بر ایشان در برابر آنچه دستهایشان نوشته است و وای بر ایشان در برابر آنچه از این عمل خود کسب می‌کنند. وقالوا